عبدالله غربتی ژورنالیست زندانی توجیک را صبح 28 دکامبر سال 2022 به محبس رقم 4 معروف به زندان یکم سویتسکی انتقال دادند. به گفته نزدیکانش عبدالله غربتی 15 روز اول در این محبس در کرانتین قرار خواهد داشت و تنها بعد آن خویشاوندانش امکان دیدار با او را پیدا خواهند کرد. عبدالله غربتی در این محبس همراه با دلیر امامعلی و زفقبیک سیدامینی باز دو ژورنالیست محکوم شده ادای حکم خواهد کرد. در یک محبس ادای حکم کردن از جمله خواهش بود که در اول ماه دکامبر دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در ملاقات با گزارشگر ویژه سازمان ملل میری لولر ضمن بازدید او از تاجیکستان و ملاقاتش با چندی از محبوسان سیاسی صدا داده بود. انتقال عبدالله غربتی به محبس در حال صورت گرفت که روز 16 دکامبر دادگاه شهر دوشنبه 7.5 سال حکم زندان او را به تغییر باقی گذاشت. بعد رد شدن شکایتشان عبدالرحمن شریپوف وکیل دفاع عبدالله غربتی گفته بود که با امین حکم قوه قانونی گرفت و به اجرا درآمد. در روزهای نزدیک عبدالله غربتی به مکان ادای جزا انتقال داده می شود. شریپوف گفت با این وجود آنها نیت دارند به زینه‌های بالاتر دادگاهی شکایت برند، هرچند امید به امکان بازبینی حکم زندان غربتی و دیگر ژورنالیستان در این اواخر زندانی شده تاجیک تا رفت کمتر و کمتر می شود. عبدالله غربتی که به ژورنالیست دیگر تاجیک دلیر امامعلی در تهیه گزارش‌های ویدیویی پیرامون مسائل داغ تاجیکستان همکاری میکرد، روز 15 ایون سال جاری همگی چند ساعت بعد دلیر امامعلی بابز گرفته شد. او را اول به تحقیر و لطکوب کارمند ملیت نوع شامنصور و بعدا همچنین به همکاری با مخالفین ایبدار کردند. خود غربتی این ادعا را قاطعانه رد کرده گفته است که نه عضو حزب نهضت است و نه میلیسیا را لطکوب کرده است. عبدالله غربتی و دلیر امامعلی ماه ایون در پی نشر چند گزارش ویدیویی انتقادی نسبت به پروکورور نوع شامنصور دستگیر شدند. دادگاه نوع شامنصور روز 4 اکتبر در یک مرافعه عملا پشت درهای بسته که در بنای سزا دایر شد غربتی را به 7 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. بعد دو هفته امین دادگاه نوع شامنصور و باز در درون سزا دلیر امامعلی را به 10 سال زندان محکوم کرد. سازمان‌های بین المللی حامی آزادی مطبوعات و حقوق انسان حکم زندان این ژورنالیستان تاجیک را به اساس نامیده از مقامات تاجیکستان طلب دارند که ژورنالیستان دستگیر شده را آزاد کرده دیگر مانع فعالیت آزادانه اهل مطبوعات نشوند.